ای فرزندی که بعد از وفات تو گوشکی ده گوشش موسیقی میشنود، فرزندی که بعد از وفات پدرجان با 8 تا دختر ارتباط داره، فرزندی که بعد از وفات پدرجان به زنا مصروف است، به زنا آلوده است، فرزندی که پدرش مرده در وقت تقسیم میراث چی میگه؟ خدا پدر من نبخشه که همین میراث تقسیم نکرد، این دخترها را حق نداد که دخترها را جان من طلب کردن. پدرش میگه خدا نبخشه. ما بارها شنیدیم یک جا تقسیم میراث بود، خواهرایش میراث گرفته بود، او میراثی که تقسیم کردم او بچه یک مرتبه به جوش آمد صدا زد که خدا پدر من نبخشه. این فرزند است. چرا؟ به خاطر دین تربیه نشده، نه؟ انتخاب درست مادرش نشده. تخیروا لنطفکم، من نمیگم رسول الله صلی الله علیه و سلم 1968 حدیث ابن ماجه است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود تخیروا لنطفکم، برای فرزندانتان مادران خوب انتخاب بکنین. کی گفت؟ آواز بلند میشنوم. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای فرزندانتان مادران خوب انتخاب بکنین. چی میگه؟ مولوی صاحب من خود پدرش نمیگیرم، من خود مادرش نمیگیرم. دختر خیلی خوب دختر است. دختر در پیام مسلم درس میخوانه، دختر در پیام اسلام درس میخوانه، دختر در پیام رحمت درس میخوانه. پدر مادرش خراب است و قمارباز و دزد و لوچک هستن. ما خب پدر مادرش نمیگیریم، دختر خوب است. اینجا بیا از ما بشنو عزیز من. رسول خدا فرمود ایاکم مخضراء الدمن، ای اصحاب من از سبزی که در بین نجاست رویده از اون دوری بکنین. در سبزی که در بین نجاست رویده. فقیل یا رسول الله و ما خضراء الدمن، ای پیامبر او کشت و سبزی و گلی که در بین نجاست رویده او کدام گل است؟ رسول خدا فرمود المرأة الحسناء فی منبت السوء، زن زیبا صورتی که پدر و مادر بیدین دارد. سبحان الله. پدر و مادر بیدین، پدر و مادری که با ملا جنگی، با مسجد جنگی، با طالب علم جنگی، از نام جهاد خوشش نمی آید، از نام سنت خوشش نمی آید، از نام ریش خوشش نمی آید و او میگن دخترش خیلی دختر خوب است. پدر و مادرش که هرچی باشه باشه، من پدر و مادرش نمیگیرم. رسول خدا میگه نه، پدر و مادرش را بگیر، دختر را بگذار. پدر و مادر بگیر، دختر را بگذار. المرأة الحسناء فی منبت السوء. مالوی صاحب اونمو دختر مرا کور ساخته، دونمو سرک فرا میره، اونمو مرا کور ساخته، من به همراه امو ازدواج میکنم. پدرش نمیشناسه که چی کار است. پدرش چی کار میکنه؟ مالوی آدم خیلی خوب است و یک کم کمک کمار میزنه. آدم خیلی خوب است، یک کم کم شراب می نوشه. بسیار آدم شریف و با اخلاق است، لیکن نماز نمیخوانه. کسی که نماز نخوانه خوبی داره؟ کسی که نماز نخوانه خوبی داره؟ سست میگین خوبی داره؟ نداره عزیز من. پس رسول خدا گفت پدر و مادر، نگفت دختر. ولی امروز امت رسول الله چی میگه؟ دختر، پدر و مادر را بگذار. یک عالم چی زیبا میفرمود؟ فرمود لا تسأل عن المرأة، لا تسأل عن المدرسة التي تعلمت فيها الفتاة. ای مسلمان، از مدرسه ای که دختر در آن مدرسه درس میخواند پرسان نکو. قبل ان تسأل عن بیت الذي ربیت فيه، پیش از این که پرسان بکنی که این دختر در کدام خانه تربیه شده. اول پرسان که دختر در کدام خانه تربیه شده، بعد از مدرسهش پرسان بکن. حجاب سیاه به ما شرافت کامل نمی آموزد. برای حجاب سیاه عفت داخل حجاب هم درکار است. برای حجاب سیاه حیا و شرم هم درکار است. برای حجاب سیاه بیمخ نماز هم درکار است. این هم از حجاب است. برای حجاب سیاه تقوای خداپرستی هم درکار است. عزیز من گفتم امروز نکات میگویم که ایره با گوش دل بشنو. جوانی که فردا میخواهی فرزندت عالم شود، باور بکنین این عشق ازدواج 6 ماست. هر عشق بعد از 6 ماه تبدیل به عادت می شود. هر عشق بعد از 6 ماه تبدیل به عادت می شود. اونها که برای عشق ازدواج کردن گفتن جان